بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی محمدپور هستم، متولد 1357 تربت هیدریه. سال 92 ترکمنستان گیر کردم. 2 تا ماشین بودیم، جنس ماشین دیگه بود. سفیر ایران هم تا حتی تو دادگاه ما بود که نتونست کار برای ما بکنه و هیچ ما رو محکوم کردن. زنداناش هم زیر صفر، نه غذایی به ما دادن، نه چربی به ما دادن، نه شیرینی به ما دادن. 4 سال فقط ما توی یک اتاق 2 در 2 بودیم. دستشویی همون تو اتاق بود، تو همون دستشویی هم حموم میکردیم. غذاش هم فقط کدو بود و شلغم و همینا دیگه. خیلی هم ما رو اذیت کردن. همون که هر هفته یک بار می آمد ما رو مزد در جایی که ما خوردیم، یعنی اینقدر مزد که نمیتونستیم از سر جا حرکت کنیم. الان هم ما از دولت ترکمنستان شاکی هم، چون خیلی ما رو آزار اذیت کردیم.